18 سال بالای ریگ خواب بود. 18 سال بیمار بودن، از جای خود خیستن نمیتونستند. لیکن بازم این دعا میکردم پروردگارا، تمام بدن من اگر درمند باشد من راضی هستم بجز زبان من. خدایا زبان مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفتی ایوب گفت تو پیغمبر خدا هستی، دعای تر خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد. حضرت ایوب گفتن ای زنک، گفتن چند سال راحت دیدم؟ گفتن 80 سال بالای راحت بودی. سال شد. گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شرم می‌دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم و بیماریم برابر نشود، من از خداوند شرم می‌دارم طلب شفا کنم. خداوند مریضها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودید. امروز اکثریت مردم ما در حالت بیماری نماز نمیخوانند. در بیمارخانه ها که بالکل نماز نمیخوانند. صاحب مسلک خدا رحمتش کند میگوید گر اقلی ولد شود بیرون، اگر زنی که نیمی فرزند برآمده است نیمی فرزند نبرآمده است، میگوید ببین اگر فرزند از وجود زن جدا شود اینجا حکم نفاس میدهند، یعنی تا 40 روز اگر این زن خون میدیدگی باشد تا 40 روز نماز از گردن این زن ساقط می شود. لیکن حضرت مولوی صوفی العیار میگوید که اگر نیمی فرزند برآمده است نیمش نبرآمده است، اینجا چی صورت است؟ نماز ببینید، مهم بودن نماز ببینید. گر عقلی ولد شود بیرون نکند ترک نمازش چون، نگذارد اگر نمازش این عاصیه می شود علی التعیین. اگر نیمی فرزند برآمده است نیمی دیگر در وجود زن قرار دارد، اگر وقتی نماز شد میگوید باید که نماز خواند. اگر این زن در همین حالت نماز نخواند عاصیه می شود علی التعیین. با تعیین روایت همین است که وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. ورطه خود حفیره سازد آن ز یک حفیره خود اندازد، تا نرسد زیان به فرزندش این حفیره از آن سبب کنندش. گفتن صورت مسئله این گونه هست که این زنی که نیمی فرزند برآمده است نیمی فرزند نبرآمده است باید در زمین نشیند، در زیر خود میگوید یک چقوری کند تا که در حالت نماز که مبادا کمی فرزند تولد شد، یعنی به یگان آسیب و ضرری نرسد در پیش همین زن زند، ولی که نماز کنده نکند نماز دوام دهد. وقتی در این خیل حالت نماز فرض باشد پس چی جای این سردرد و این فشار خون و این دامنه و دیگر کسل هایی که در ما و شماست. در بیمارخانه هم وظیفه همه ما و شما چی است؟ نماز فرض است. اگر چهره ما طرف قبله هم که نباشد، اگر روی ما اون طرف هم که باشد، اگر جایگاه خواب ما بی نماز باشد، اگر لباس بدن ما بی نماز هم که باشد، با اشاره باید نماز خوانیم در داخل بیمارخانه. اگر کسی نباشد که به ما یاردم کند، اگر یاردمچی باشد با طریق اولا در گردن ما و شما نماز فرض است. اگر در این خیل صورت صاحب مسلک میگوید کسی گوید که در این خیل حالت در گردن من نماز فرض است وی کافر می شود، میگوید زیرا حکم خدا را چکار کرده است و انکار کرده است. با آدم های بیمار خداوند روز قیامت حضرت ایوب دلیل می کرده است که چرا نماز نخواندی؟ ایوب که بیمار بود نماز می خواند. و علی الفقراء به عیسی علیه السلام. لیکن آدم های فقیر، آدم هایی که فقیر بودن، آدم هایی که کم بغل بودن در دنیا، اینها وقتی که خیزانده می شوند و از اینها پرسیده می شود، اینها می گویند که ما پروردگارا گرسنه بودیم، فقیر بودیم، نادار بودیم،
از سحر تا بیگاه در دکان نشستیم که یک سومی برای زندگی پیدا کنیم. خداوند حضرت عیسی را می آورد است، می گفت است حضرت عیسی چنان فقر داشتند، چنان کم بغلی بودند که از دنیا گذشتگی در هیچ اشیای زندگی از پسش میراث نمود. حتی یک کاسه از خاندان حضرت عیسی میراث نماند، هیچ چیز در زندگی نداشت. خداوند میگوید عیسی اینقدر فقیر بود، اینقدر نادار بود، لیکن نمازش میخواند. فقیرها را در اونجا با حضرت عیسی متهم میسازند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. خداوند چی میگوید؟ میگوید روز قیامت و همه ما و شما خطاب دارد. شما در عمل خودتان در گرو هستید. شما در گرو هستید. یعنی ما و شما میگیم در مثلی که با کلمه های روسی میگن زلاشنیک میگوین. یعنی شما در گرو هست، یعنی زلاشنیک تحلیلش چی میشد؟ گرو میشود. شما با عمل های خودتان در روز قیامت در گرو هستید. كل نفس بما كسبت رهینه الا اصحاب الیمین، مگر کسانی که در دنیا عملی صالح داشتند، مگر کسانی که در دنیا نماز داشتند، مگر کسانی که در دنیا دلسوز اسلام بودند، اینا در کجا هستند؟ اینا در جنت هستند. و اینها چیکار میکردند؟ آدمای با نماز از جنت ایستاده عذاب دوزخی ها را می دیدند و می گفتند ما سلککم فی سقر. در همون دنیا ما و شما همین برادرهایی که به نماز داریم در همین تاجیکستانی ما و شما زندگی میکنن، اینها را ما و شما میشناسیم. همون رفیقای داریم که به نمازن، وقتی در دوزخ میبینیمشون اینها را میشناسیم. بعدن چی میگویم؟ ای فلانی ما سلککم فی سقر، چرا تو در پهلوی من در جنت نیستی؟ چرا تو در دوزخ هستی؟ و چی میگوید؟ قالوا لم نکو من المصلین. ای برادر عزیز، خوش به حالت که تو آدمی با عقل بودی، خوش به حالی تو که تو آدمی خیلی با فیض بودی. این سبب دوزخی شدن ما لم نکو من المصلین، ما نمازخوان نبودیم. ما در دنیا نماز نمیخواندیم، از این خاطر امروز خداوند ما را عذاب سخت‌ترین که این وارد شدن دوزخ است در دوزخ جا کرد. ولم نکن نطعم المسکین، یکم جنایتی که داشتیم در دنیا بی نماز بودیم. دوم جنایتی که ما را خداوند با سبب او وارد دوزخ کرد. ولم نکن نطعم المسکین، ما مسکین ها را طعام نمی دادیم. پول داشتیم، مال داشتیم، ماشین های زیبا داشتیم، خودمان راحت میکردیم، خودمان کازینو ساز میکردیم، خودمان جای پیوه فروشی کشاده میکردیم، جای عرق فروشی کشاده میکردیم، جای دیسکتیک میکردیم که خواهرای مسلمان بی دین و بی فراست و بی حیا میکردیم، راحت میکردیم. لیکن با مسکین ها تماما رحم و انصاف نداشتیم، بلکه اونها را طعنه میکردیم. مثل بعضی از ابله‌های هستند که میگوید کمبغل از حساب بیعقلی کمبغل میشود. چرا وی کمبغل شد؟ بعضی ابله‌ها هست، بعضی آدم‌های هستند که از حد گذشتند، بعضی آدم‌های هستند که مغرور شدند، میگوید کمبغل از پیش خود کمبغل میشود. وای خدا کمبغل نمیکند. ای انسان سرکش، یقین بدان پیغمبر تو میگوید الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. همین تو آدم بای، همین تو آدم مغرور
در یک گوشه ایستادگی هستی. همین فقیرهایی که در دنیا شما با آنها رحم نداشتین 500 سال پیش از شما راحت جنت میبینن، وارد جنت میشوند. این سخن پیغمبر ما و شماست. باید که ما غمخوار مسلمان باشیم. ما باید که این پولی که خدا به ما داده است از این در بیزنسی بهترین نیست، این تجارتی بهترین است وقتی که تو در یک برادرت صدقه میکنی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه های کرام بود و بسیار با دولت بود، بسیار با دولت بود. صحابه ها گفتن ای عبدالرحمن، حدیث پیغمبر را شنیدی که پیغمبر خدا گفتن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40. روز قیامت تو قدم تا از قبر کندن نمیتونی تا 4 سوال جواب نگویی. یکم چی بود؟ ان عمره فيما افنا، این عمر در کجا صرف کردی؟ از این سوال میشوی. ان علمه فيما فعله، علمی که خدا بر تو داد در کدام راه صرف کردی؟ و عن ماله من این اکتسبه و فيما انفقه، از مال پرسیده میشه از کجا آوردی مال و در کجا صرف کردی مال. و عن جسمه فيما ابلاه، از این دست و پا پرسیده میشه اینها را در کدام راه کونه کردی، در کدام راه این دست و پا را مانده کردی. عبدالرحمن او با حدیث بسیار توجه کن که از عمر یک بار پرسیده میشده، از علم یک بار پرسیده میشه، از جسم یک بار پرسیده میشه، لیکن از مال 2 سوال است. از کجا پیدا کردی، در کجا صرف کردی، 2 سوال میشده است. عبدالرحمن تو مالی زیاد داری، نزد خدا چی جواب میگویی؟ عبدالرحمن گریان شدن. عبدالرحمن که نشستن و از جا خیستنش عبادت بود، گریان شدن. گفتن نسبت من یکان خوفی نکنین و دلسوزی هم نکنین. عبدالرحمن وقتی که سحر روز می شود 100 تنگه در راه خدا خیر میکنه. باز بیگاه که می شود خدای عبدالرحمن به عبدالرحمن 1000 تنگه می دهد. چی جای گناهش است؟ من چنان تجارت با خدا دارم، 100 در راه خدا میتونم، بیگه 1000 از جانب خدا میگیرم. چی جای عیب و چی جای گناهش است؟ خوش به حال همون برادرانی که دولت دارند و با خدا تجارت میکنند، در یک سطح میگیرند. خوش به حالتان. حضرت گفتند به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. میتونی همون قیامت و راحت بهشت در همین دنیا ای آدم پولدار بخری. بخر میگوید حضرت سعدی ورنه حسرت خوری. چنان حسرت میخوری، چنان پشیمان میشه که دیگر پشیمانی سودی ندارد.